نشر تصاویر تازه سیتا قاسمی بعد از جدا شدن شوهر دومش. سیتا قاسمی باری دیگر با که ازدواج کرده بود. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی سیتا قاسمی در کشور دبی و فرار دخترانش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی یک تن از هنرمندان جوان و با استعداد کشور بوده است. شهرت و محبوبیت فوق‌العاده‌ای دارد. وی در میان مردم افغانستان کارهای هنریش گل کرده است. طرفداران و علاقه‌مندان سیتا قاسمی نه تنها در افغانستان حتی در کشور پاکستان هم بیشمار بوده است. وی بعد از آن که از همسر اولش جدا شد به طور مسلکی شروع به سرودن آهنگ کرد و آهنگ‌های سیتا قاسمی دل‌های میلیون‌ها افغان را نوازش می‌داد. وی عاشقانه می‌خواند ولی گاه آهنگ‌های میهنی هم می‌سرود. سیتا قاسمی با هنرمندان مرد هم آهنگ‌های دوگانه‌ای سروده است، از جمله ولی جاسی و شفیق مرید. سیتا قاسمی بعد از آن که از همسرش جدا شد در کشور آلمان با دختران زندگی مشترک داشت، ولی در این تازگی ها تصاویرش در صفحات مجازی نشر شد که وی باری دیگر با یک مرد عرب در کشور دبی ازدواج کرد. اما ازدواج سیتا قاسمی باری دیگر و دیر نینجامید و به زودترین فرصت این دو از هم جدا شدند و به همین خاطر سیتا قاسمی یک مدت طولانی از راه هنر موسیقیش به دور بود. تازه تصاویر سیتا قاسمی در صفحات مجازی نشر می شود که وی شکل شمایل خودش را کاملا جوان ساخته است و سیتا قاسمی قرار است تا یک ماه دیگر آهنگ‌های جدیدش را از طریق صفحات مجازیش به نشر برساند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه ذات العزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.